سلام دوستا و بیننده های عزیز، امید که جور و صحتمند باشید. از دل ماه مبارک رمضان و ماه بندگی هم خلاص شده. دیگه امروز عید سعید فطر، دیگه این عید بزرگ و خوش‌اثر بلده یکایک شما عزیزان تبریک و تهنیت ارزم. امید که طاعات و عبادات و بندگیشون، نماز روزه هایشون مورد قبولی درگاه حق قرار بگیره. از دل دیگه ما صبح تا حالا در خانه نبودیم، رفته دیدیم خانه از فامیلایی که عید داشتن. در عید نوروز چون نشده بریم دیگه، همی عاقل ولم گفتن که نمیشه آردو عید بری، یک دفعه امیر بلی در عید سعید فطر بریم. برای دوستا دیگه رفتیم خانه دوستا و فامیلا دیگه، خانه آتای جان مزیا دیگه. تازه هم دیم در خانه سفره بینای خرم اوار رنگیم دیگه. تازه ما به رمضان تصمیم گرفته که سفره خیروار کنی بخیر دیگه. فامیلا و دوستا اتکدو میاد خانه. برای جان تو هم سلام بده دوستو. سلام دوستای عزیز، بیننده های مهربان، خوبین، خوشین، سلامتین، جان جوره بخیرین. انشالله هر جای دنیا هستین کنار خانواده خود شاد و خوشحال باشین. دوستا خوشندین برنامه دیگه تون. دوستای عزیز دیگه عید سعید فطر بر همه‌شون تبریک میگیم دوستا. بیننده مو باشین، بیننده های عزیز که موجز کنید دوستا. دیگه تا با سفره خوار نگیر، تصمیم گیره که سفره خوار کنید دیگه. یک برنامه بده خدا شما دوستا که شما مره بیننده باشین، سعی کنید دوستا، دستشون در نکنه. آره دوستای عزیز دیگه، از برکت دعای خوب موره هم فراموش نکنیم. از دیگه لایک و سابسکرایب و حمایت کنم از ما حتما کنید دیگه. مو سپاسگزار تک تک از شما دوستا هستیم. میگم خوبه؟ آره ایش بس همینه؟ از دل دیگه یعنی ما در عید نوروز بطراغینا پخته نکردیم چون ما روزه بودک، روزه بودک دیگه. بطراغینا پخته کردیم دیگه. همین بطراغی که ما همیشه در شادی های خود، در مراسم های خود از این پخته مونیم. از دیگه هم چرا میچینی؟ اینجوری خوبه؟ نه بطراغ شده. از دیگه یه بطراغ یک غذای خیلی در غذا نه دیگه، یک رسمه باید باشه، شیرینی حساب میشه دیگه. یک شیرینی سنتی و قدیمی از میاد که امروز هم که گفتم در همه مراسم های خود استفاده نید، در مراسم های شادی خود دیگه، در قرآن خوانی و یه چیزای خود دیگه معمولا در جای شیرینی اینو استفاده میشه دیگه. آبه رمضان دستش درد نکنه دیگه، زحمت کشیده بطراغ پخته کن. خوبه میگم؟ اینجوری نمیشه. ای باید اینه باید کاغذی بسکوت کنی بطراغ کنی خواهدن ما تو خواب دیگه نمیشون باشتی باش. بای بوده قابل کوچیک بیرم بطراغ میده چی دانیه؟ آره اینجوری بطراغ کسی بزرگی؟ شروع عزیزا در عید نوروز که یه شیرینی میرنی استفاده نشد، وشت که دنیزی هیچی در خود 100% عید استفاده میشه دیگه. دوستا میان مورن
دیگه روز موزم که نیه. خوبه؟ میشه کم شونه؟ موزوش اسم بودو خوریش کن رهایی هم که خواه خسته شده. اره دوستا دیگه طبق معمول رها جان دیگه ساعت خوابشه دیگه خوابه. وقت که بیداره دیگه همه شوخی مونه راه مونه دیگه در روز یک 3 ساعت 2 ساعت خواب مونه. خوبه میشی؟ آره خوبه دیگه بسید این دو تا اونجاییم جفت اینجا برم عزیزا یعنی یکی هسته بسرا آخر تایگیم جای دوستایی که دوره خالی. آره دوستا از دیگه جای شما خالی در هر جایی که هسته دیگه مو رسم و رواج قدیم خود فراموش ننی دیگه مثل یک سنت دیگه این ولی از مونه که بسراغ رو باید پخته کنید در کنار از یک شیرینی میری باید بسراغ هم باشه. بیشتر بیچون دیگه آره خب دوستای عزیز سفره از مو هوار شدک دیگه اینی که هست بسرخ جان دیگه کشمیش و نخود اینا رو که بوده عید نوروز خریده دیگه استفاده نشد اینا نورده سر سفره خشته عزیزا بابا آقای جان تو سکار نی
دوستا ما میخوام سلفون کش کنم روی بسراغ نه خشک نشنه دیگه. آیا خوب نرمه بعد دیگه اگه بوم خشک میشه هوای ندش بخوره. خب بسیار زن بیارم کش کنم. اینج پوچول نکنم خوش نمیاد روی کش کنم. برسه نه بابا. بگه بال بگه این طرف کنه. بابا اینجا چه خوبیه هوایی بکنیم بولی پشتم بگه بخواه. نه مادر میخواد خود بخواه. خب دوستو و بیننده های عزیز بهار جان هم دیگه این از خواب بیدارش نمادک در جمع مجموعی اضاف شدک دیگه. برنامه امروز از ما هم پی بودک یعنی بودک دیگه. گفتیم عید یشمو دوستا و بیننده های عزیز هم تبریک بگیم دیگه. یک سفره موار کنیم که فامیلا و دوستا یک وقت نیاد خانه دیگه. آبه نهای جان هم دیگه درگیری بسراغه بورم مخص خیلون پیش مونک شاید دوستا باید خانه بود که گیر ملغم محکم بساید که کس نخره یک وقت ها. اول ندن که یه بسراغ یک خاصیت داره که خیلی قدر هوا بخوره ککرک میشه سیفت میشه که بعضی شاید دندو اینا ندیشه خورتونش بندش سخت شده دیگه. وقتی نمزو پلاستیک میکشه بابا جان خوب برش بابا ها. دوستا بای بای باجه. بابا سلام میگه دوستا. خالوجه خالوج بابا. بابا کشمیش مخریف یه نمخری ای بابا تو خواهی با دوستا. دوستا راه جان چون تا نبوده دیگه خیلی خجالتیه خیلی اجتماعی نیسته. بابا ای پلانش باید بارا خواب کنیم نه دیگه شسته. خب دوستای عزیز دیگه حمایت را از ما حتما کنین مورا فراموش نکنین دیگه. ویدیوهای از مورا تا آخر سعی کنین عزیزا دیگه. لایک و سابسکرایب و نظرهای قشنگ هم حتما بلیت مکوبین عزیزا دیگه. همون خنجقشمون خداحافظینی تا ویدیوهای بعد خورا شما را در الله پاک و خدای پاک میسپاریم. امیدواریم که در کنار خانواده خوب و عزیزای خوب همون تو خوشحال این ایامی عید را تیر کنیم دیگه. خدا حافظ شد. دوستای عزیز دست همهشون در نکنه تا آخر از ویدیو رو بینندیز بودین دوستا دیگه. ویدیو رو تا آخرش سر کن دستشون در نکنه دیگه. شب و روشون بخیر دوستای عزیز دیگه. هر جای دنیا هستن کنار خانواده و بچه های خوب و فامیلای عزیز خوشحال باشین دوستا. شب و روشون بخیر. خدا نگهدار تا برنامه های دیگه از دوستا. خدا حافظ.